سلام. شورای امنیت ملی میگوید گروه طالبان مسلح در جریان یک هفته گذشته در 27 ولایت کشور 446 تحریک تروریستی را انجام دادند که منجر به شهادت 67 فرد ملکی و زخمی شدن 179 تن دیگر گردیده است. عباس استانکزی رئیس هیئت مذاکره کننده گروه طالبان گفته است سربازان استرالیایی و فرانسوی از سوی طالبان مسلح کشته نشده، بلکه نیروهای امنیتی افغان سربازان یاد شده را به قتل رساندند. رئیس جمهور محمد اشرف غنی میگوید طالبان به امر بیگانگان افغانان را شهید میکنند و از ضمن تقویه انفجار قندهار از سوی طالبان مسلح باری دیگر خواست که از خشونت دست برداشته وارد مذاکره شوند. توافقنامه 10 ساله انتقال برق از ازبکستان به افغانستان از سوی مقامات بلند رتبه دو کشور به امضا رسید و وزارت صحت عامه میگوید در 24 ساعت گذشته هیچ مورد فوتی گزارش نشده و 3 واقعه جدید کرونا در کشور به ثبت رسیده است که کمترین آمار از آغاز شیوع ویروس کرونا در کشور به شمار می‌رود.